سرخط خبرهای مهم. بیش از 38 کیلومتر دوشنبه و بیشکک یک سند دیگر امضا کردند. 244 میلیون معاش مهاجرانی فریب خورده را برگرداندند. وکالتداری اوکراین 517 کودک از روسیه به اوکراین برگردانده شد. روزتان بخیر بود بیننده های عزیز. شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می‌گردد. امروز سه‌شنبه 16 ینور. گروه های مکان‌نگاری تاجیکستان و قرقیزستان برای تعیین 38 کیلومتر دیگری سرحد به سازش رسیدند، ولی در حال حاضر معلوم نیست که شرط سازش چیست و کدام منطقه را در بر میگیرد. بخش از سرحد دو کشور نامعین و جنجالی است و طرفها برای صاحبی به آن تلاش داشتند. مقامات تاجیکستان به پیشنهاد تفصیلات در اعلامیه گفتند که سازش نو در نشست بادکن به دست آمد. نشست از 10 تا 15 ینور امسال برگزار شد. جانب‌ها کار را درباره توسعه منطقه‌های باقی‌مانده ادامه می‌دهند گفته شده است در اعلامیه. نشست آینده هیئت‌ها در قلمرو تاجیکستان می‌گذرد. تاجیکستان و قرقیزستان زیاده از 900 کیلومتر سرحد دارند، ولی بخشی از آن تعیین و نشانه‌گذاری نشده است. مردم دو سوی مرز بارها برای آب و زمین و چراگاه جنگ و مناقشه کردند. رهبران کمیسیون‌های سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان در اولی ماه دکبر سال 2023 گفتند که زیاده از 90% خط سرحد موافقه شده است. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه خبر داده است که دوام سال گذشته با مساعدت مقامات روسیه توانستند مزد مهنت شهروندان فریب خورده تاجیکستان را در حجم 244 میلیون و 612 هزار روبل یا معادل به 2.6 میلیون دلار آمریکایی را برگردانند. نمایندگی سبب‌های نپرداختن معاش مهاجران را گوناگون نامیده است، ولی اکثر آنها به نبودن شرطنامه مهنتی، نامرتب و شفاهی بودن مصلحت با کارفرما مربوط بوده است. از بس که مهاجران به شرطنامه مهنتی به کار شروع نموده در یگان حجت رسمی نامناسبشان به خط گرفتن نشده است و غیر از این عادتا مهاجران نامناسب کاردهندگان اصلی سراغ حقوقی کارخانه را نمیدانند. پیگیری مسئله اثبات معامله کارگر با کارفرما مشکلی ایجاد میکنند ذکر شده است در حسابات. نمایندگی تاجیکستان در روسیه در ساحه مهاجرت به مهاجران تاجیک توصیه دادند که من بعد هنگام فعالیت مهنتی طبق قانونگذاری‌های روسیه عمل کرده حتما با کارفرما شرطنامه مهنتی به امضا رسانند و یک نسخه اصلی آن را نزد خود نگاه دارند. در همین حال تقریبا 100 مهاجر تاجیک روز 15 ینور در یک کارخانه کیمیایی در شهرک شخت ولایت روستاو لبیدون کارپرتایی کردند. آنها میگویند مسئولان کارخانه خیمپک وعده داده بودند که مزد کار را بالا برده در آخر سال رخصتی پولی میدهند، اما اجرا نکردند. سفارت تاجیکستان در روسیه موضوع را هنوز شرح نداده است. سازمان‌های حامی حقوق مهاجران میگویند کارفرمایان روز پیوسته حقوق مهاجران را پایمال میکنند، ولی اکثرا به داد آنها کسی نمیرسد. و حالا می رویم به جمهوری قرقیزستان. در یک دهه این کشور دختر قالب شکنی کرده به ورزش روی آورده است که آن را مردانه می نامند. محبت چوبانداز است و می خواهد که اولین دسته دخترانه چوباندازان را تأسیس بدهد. گزارشی تهیه کرده مومن احمدی را همراه می بینیم. در یک دهه قرقیزستان زن قالب شکنی کرده به ورزش شغل دارد که آن را خاص مردان می دانند. محبت چوبانداز است و بزکشی می کند. ما امروز برای بزکشی آماده می شویم. لطفاً تواناییتان را در بازی نشان دهید عزیزی من. اسب‌ها را بزکشی می آموزانیم و آمادگی پیش از بازی را حس می کنند و کمتر می خورند. اسب‌ها به آدمان محبت دارند. حالا او در شهر کار می کند، ولی هنوز او را برای آموزش اسب‌ها به دهه دعوت می‌کنند. اسب و توی‌ها را تربیت می‌کنم. ساکنان نزد من آمده خواهش می‌کنند که اسب و توی‌هایشان را آموزش دهم. حالا ما در شهر زندگی می‌کنیم و کم به دهه می‌رویم. وقتی من در شهر تحصیل می‌کردم، مردم از پدرم می‌پرسیدند که من امکان آموزش اسب‌های آنها را دارم یا نه. ظاهراً رقابت یک زن در ورزشی که سالها مردان انجام می‌دهند آسان نیست.
امروز من با گروهی از بچه‌های بازی کردم که از من کمی خورد یا بزرگتر بودند. مردهای کلانسال مرا به دستشان راه نمی‌دهند. آنها میگویند که من دخترم و باید با دختران بازی کنم. هرچند میتوانم که با کلانسالان رقابت کنم، ولی آنها اجازه نمی‌دهند. آنها میگویند وقتی بازی از میدان دور باشم، چون میترسند که من مجروح میشوم. محبت در یک قهوه‌خانه در بیشکک کار میکند. مادرش نمیخواهد که او چوانداز باشد. وقتی میتوانم راضی شوم که او با دختران بازی کند. بازی با پسران برای او خیلی خطرناک است. اگر تنها برای دلخوشی بازی کند من ضد نیستم، ولی فکر نمی کنم که در آینده برای او کسبی در کاری شود. او همیشه از من رضایتم را میپرسد. نمیتوانم نگویم، ولی همیشه میگویم که خود را احتیاط کند تا ضرب نخورد. بر رغم همه آرزوی بزرگ محبت این است که به دختران قرغیز چواندازی آموزد و اولین دسته دخترانه چواندازان را در قرغیزستان تأسیس دهد. از آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین 517 کودک به اوکراین برگردانده شده است که اجباراً به روسیه برده شده بودند. در این باره وکالتدار حقوق انسان اوکراین دیمیتری لوبینتس روز 14 ینور خبر داد. همچنین 2828 آدم بالغ برگردانده شده است که میانشان 150 غیر نظامی نیز هست. وظیفه ما این است که همه را برگردانیم، گفت لوبینتس و از جامعه جهانی دعوت کرد نیروی خود را در این سمت متحد سازند. بنا به اطلاع رسمی مقامات اوکراین تا آخر سال 2023 از اوکراین 19546 کودک به روسیه برده شده و آنجا نگهداری می شوند. این تنها آن حالت‌های را در بر می‌گیرد که رسما اثبات و ثبت شدند. مقامات روسیه اجباراً آوردن کودکان را از اوکراین رد می‌کنند. نظامیان روسیه می‌گویند کودکان را از عملیات جنگی نجات دادند و آماده هستند که در صورت پیدا شدن والدان و یا سرپرستانشان آنها را برگردانند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان بخوزاده همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز به خبر نمانیم. 16 январи соли 1963 раҳбари иттиҳоди шӯравӣ Никита Хрушёв иддао кард, ки СССР соҳиби бомбаи ҳидрогенӣ, як силоҳи пурқудрати кушанда гардид. 2 сол пеш аз он иттиҳоди шӯравӣ дар қутби шимол бомбаи ҳастаиеро бо қудрати 50 миллион тонна тарконд, ки ба қавли тарихшиносон ҳадафаш тарс додани ғарб буд. чунин озмоиш дигар барпо нашуд ва поёни соли 1963 СССР, амрико ва бритониё созишномаи таърихии адами озмоишҳои ҳастаиро имзо карданд. 16 январи соли 1979 шоҳи Эрон Ризо Шоҳи Паҳлавӣ дар авҷи рӯёрӯиҳои сиёсии кишвар ва оғози инқилоби исломӣ Эронро тарк кард ва бо ҳамин ба низоми шоҳигарӣ хотима дода шуд. 1 феврал Оятуллоҳ Хумайнӣ ба кишвар баргашту раҳбарии инқилоби исломиро аз Теҳрон ба даст гирифт. Ризо Шоҳи Паҳлавӣ, ки сулолааш 54 сол дар Эрон ҳукмрон буд, тахминан баъди 1 соли тарки ватан дар Миср даргузашт. дар як пурсиши камсобиқаи афкори умуме ки ҳукумати Тоҷикистон барпо намуд, вуҷуди мизони баланди фасоду ришват дар сохторҳои давлатӣ эътироф шуд. натиҷаҳои пурсише, ки январи соли 2007 дар китобе бо номи «Коррупсия дар Тоҷикистон» ва бо муаллифи Маркази таҳқиқоти стратегӣ муаррифӣ гардид, мизони баланди фасод дар миёни бозрасони автомобилӣ ва муассисаҳои таълимии Тоҷикистон интиқод шуд, вале ин таҳқиқот дар бораи эҳтимоли даст ба фасод задани сохтор ва мақомдорони баландпояву бо нуфуз чизе нагуфт. بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی 125 سومانی، 100 دلار به 1095 و 100 یورو به 1198 سومانی برابر است. بینندگان عزیز، این قرب رسمی بانک ملی است و در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. نظر و پیشنهادهای خود را برای ما نویسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان.